و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اول اینکه عقیقه در نزد جمهور علما این سنت می باشد، واجب نیست، و در نزد ابو حنیفه حتی مباح می باشد. هر کسی که کرد ثواب می گیرد، در نزد جمهور علما اگر نکرد گناهگار نمی شود. اما فضیلت هایش آمده است که باید پدر و مادر این را درک بکنند. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کل غلام رهینة بعقیقته تذبح عنه یوم السابع و یحلق رأسه و یسمى. هر یک غلام او محبوس است، یعنی از خیر و از آنچه که در سرش اذیت های است، این در گرو گرفته شده است، میگویند محبوس میگویند. حتی امام احمد ابن حنبل گفتند که محبوس عن الشفاعت فی ابویه، تو مثلا در روز قیامت شفاعت نکردن نمیتواند. این عقیقه کردن سبب میشود که او بلاها از سرش دور میشود و به اذن الله شفاعتی پدری مادرش را میکند. همچنان محبوس عن الشفاعت فی ابویه، و این چنین پیامبر گفتند که تذبح، وقتی که الله به شما فرزند داد، برای شکرانه شما ذبح میکنید یگان گوسفند. میتوانید از گوسفند بالا، یعنی گاو و شتر و دیگر قربانی ذبح کنید میشود، و در روز هفتم روز ذبح میکنید و سرش رو میتراشید و به اندازه وزن سرش طلا و نقره میدهید. این چیزها سنت است و نام میگذارید، مثلا نام های بهترین، یا عبدالله یا عبدالرحمن، محمد، احمد. این خیلی نام هایی که نام های اسلامی باشد. این شکرانه می باشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم از نام حسن و حسین یعنی با گوسفند ذبح کردن، و اینچنین عبدالله ابن عمر یک گوسفند ذبح کردن. دیگر حدیث آمده است که برای هر یک کودک پسرک باشد به او 2 گوسفند، به دختر 1 گوسفند، و گوشتش رو می توانید بای و کمبغل رو دعوت بکنید و بخورد. برای بای ها هدیه می باشد و برای کمبغل ها صدقه می شود. با اهل خانواده الفت کرده می خورند. این برادر گرامی می توانید یک باره بپزید، می توانید یک قسمش رو دهید و یک قسمش رو خورید و یک قسمش رو ذخیره بکنید. می توانید. این وای است، امر وسیع میگویند. روز هفتم، 14م، 21م روز اگر در این روزا کردن نتوانستید، امر واسع میگویند حتی انسان به سن 60 ساله رو بدم نکرده باشد از نامش بکند. این یعنی فرزند از بدی ها، از سرش بلاها دور می شود. میگن در شرح های حدیث آمده، چند قول آمده است. الله ما و شما را موفق به عقیقه کردن گرداند.